سلام، وقتتون بخیر. من حسینی هستم، روانشناس بالینی. امروز میخوام در مورد سوگ باهاتون صحبت بکنم. اکثر ما آدم‌ها فکر میکنیم فقدان یعنی فوت یک عزیز و براش سوگواری و عزاداری میکنیم، اما مسئله اینجاست که هر رویایی که به واقعیت بدل نمیشه یک فقدان هست و هر فقدانی هم یک سوگواری داره. پس هر وقت زندگی بهتون ضربه سختی میزنه یا سیلی واقعیت رو میخورید، وقتی تصویر یک رویا قبل از اینکه ثبت بشه از نظرتون حذف میشه، یعنی همون سوگ، یعنی همون از دست دادن. به خودتون فرصت سوگواری بدین و از تجربه هیجانات و احساسات ناخوشایندتون فرار نکنید و اگر به تنهایی از عهده این مسیر برنمیایید، حتما از یک متخصص کمک بگیرید.